مهدی جان من چون بحث فنیه پاس میدم به تو، هر جا کمک خواستی از من کمک بگیر. بسم الله شروع کن. دست شما در نکنه، خدا قوت. خسته نباشید. کار فکر کنم برای حدود 10 سال پیشه. بله تقریبا نزدیک به یک دهه از تولید این کار گذشته. سال 93 و این تیکایی که بازسازی شده، صحنه‌های شکنجه و اینا رو خودتون تصویر برداری کردید؟ چون تو تیتراژ دیدم عوامل نمیخورد خودتون کار کرده باشید. نه اینا خودمون کار کردیم. تو این کار کلا تولید بچه‌ها تیم خودمون. والا خب اتفاق جذابیه. یعنی این آدمای ساواکی که حالا ما همیشه شنیدیم و توی فیلم‌ها و سریال‌ها کم کم دیدیم اومدن جلوی دوربین، اتفاق جدید و جذابیه. اما من با چند تا جای کار مشکل دارم. درسته برای 10 سال پیشه، ولی حالا در موردش یکم صحبت بکنیم، بیایم این فضای مستند رو جدی بگیریم. یکی از اصلی ترین بحث روایتشه. یعنی من احساسی که دارم اینه که حدود 20 دقیقه اگه اشتباه نکنم یا 30 دقیقه فقط پرداخته بود به شکنجه ها و ما توی اون ساختمون میرفتیم میومدیم و دیگه اصلا خود ساواک گم شده بود که آقا ساواک چجوری شکل گرفته. یعنی احساس می‌کردم یه وصله ناجوری شده و کلاژی از یه سری اتفاقات مختلفه. یا مثلا در مورد شهید اندرزگو یهو بی ربط میریم در مورد شهید اندرزگو صحبت میشنویم، بعد میایم بیرون، بعد بعضی از مصاحبه ها درست کار نشده، یهو آدم میبینه که وسط بحث در مورد حرف زده میشه که ثابتی با عواملش مثلا بدرفتاری نمیکرده. یا یعنی اطلاعات فرامتنی مستند انگار دور خودش داره، باید اونها رو داشته باشی. نداشته باشی مثلا نمیگه ثابتی دقیقاً کیه. آره و این روایت قصه گویی نداره، روایت خیلی عدور و خیلی قضاوت داره میکنه بدونه که واقعا من مخاطب به نتیجه برسونه که آقا قضاوت تو درسته. مهدی قضاوت بده؟ قضاوت درسته، ولی منم به این قضاوت که تو میگی برسم، نه اینکه تو صرفا قضاوت بکنی. مگه اینکه یه مستندساز خاصی باشی که من میگم آقا این حرفش حرف درستیه، قضاوتش قضاوت درستیه. من این مدل رو قبول ندارم که مستند نباید قضاوت داشته باشه. نه آقا همه قضاوت داریم، شما بدون قضاوت هم باز مثلا ادعا کرده باشی ساخته باشی باز قضاوت رو داره. این اصلی ترین بحث من توی روایتشه که تو تدوین دیده میشه، شاید تو تصویربرداری‌ها دیده میشه و این اذیت میکنه دیگه که معمولا اتفاقات امنیتی اطلاعاتی خیلی جذابن، خیلی قصه دارن، ولی اینجا ما با قصه مواجه نیستیم. خب ایمان خیلی سفت رفت سر موضوع اصلی، شروع کن. بسم الله الرحمن الرحیم. اولا اینکه خب دمت گرم که نشستی فیلمو دیدی. دقیقاً دیدم آره. ولی به نظرم فقط دیدی خوب ندیدی. نه اینطور که من الان داری میگی نه قصه نداریم، اتفاقا متن یک قصه متکی به پژوهش قوی داره. خب و از صفر داره میگه که چه اتفاقی افتاد، اصلا ساواک شکل گرفت. با این قصه آروم جلو میریم، چه شد که پایه‌گذاری شکل گرفت، چه جوری سیستم موازی داشت، کی به رأسش رسید، چه جوری حالا با مسائل امنیتی کجا آموزش دیدن که نمیدونم بخشای امنیتی اونور آبی مثل چه میدونم موساد به قصه اضافه شد، نتیجه اضافه شدنش چه شد. حالا میرسیم به کمیته مشترک ضد خرابکاری که اداره سوم ساواک و مردم هم هر آنچه که از ساواک میبینن یا خاطری دارن همین اداره سوم است، چون در 11 تا اداره کل داشته. این اداره سومه مثلا چیزیه که مردم ازش خاطرات بد دارن و ما اگر شما میگی همش اونجا بودی به خاطری که مردم فقط از ساواک همچین چیزی رو مد نظرشون هست که ببینن و بشنون و اینکه حالا ما فقط دیدیم. خب آره باید ببینیم، چرا من حتما حالا باید بیام مثل مستند دیگه 4 تا حالا اسناد کاغذی رو بکنم؟ چه بسا اینکه میگن که خب شما این سند رو اون کسی که میخواد اینطور قضاوت کنه آقا داوود که آقا از کجا معلوم این ساواکیه، خب همون هم میگه این سند از کجا معلوم واقعیه. خب نه با این دستفهمون واقعا نمیشه جلو رفت. این به نظرم شونه خالی کردنه، چون اون طرف که میاد پرویز ثابتی آقا همه میشناسیم، پرویز ثابتی حرف میزنه همه میدونیم کیه و حرفی که میزنه میدونیم که کی داره حرف میزنه. ولی خب آقا اینجای مستند آیا یه سندی نبود، یه کارتی، یه برگه‌ای که آقا من عضو ساواک بودم، عکس اینو ببینیم بعد بریم داخلش؟ یا مثلا توی کاری که شما بعد از این ساختید پرسنل اداره سوم مثلا حداقل یه عکس بود که نشون میداد اسناد حکم ها. آره. اونجا خیلی دقیق بود. آره. ببینید یعنی چون فضای مستند اطلاعاتی امنیتی اینا رو، یعنی من مخاطب میخوام اینا رو ببینم، سند ببینم. نه داوود نکن. یه موقع هستش عموما اگر من بخوام کسی رو بیارم چه میدونم سرخ بگیرم، شطرنجیش کنم، پشت به دوربین بگیرم و اینها، خب بله اون موقع ما میگیم خب چه سندی وجود داره. من به خاطر اینکه دیدم نه من با طرف این کسی که آوردنش پای دوربین تمام رخ نور پردازی کردم نشسته داره برای من حرف میزنه و احساس این کردم این اومدن جلوی دوربین این زهرشو میگیره که من آقا پس این احتمال داره مثلا بازی فیکه.
نه این دیگه باورپذیری کار به نظر من اینجا تا الان من همچین نقدی نشیندم. یعنی اولین باره بعد از اینکه 10 سال تلویزیونم فکر میکنم این کار رو بارها پخش، ولی اولین بار من این رو شنیدم. ببین من اولین بار اینو شنیدم. بار اول خودم میذارم جای ایمان به عنوان یه مستندساز، میگم بار اول من تونستم یه چند تا ساواکی رو بیارم بشونم، همون که آوردم نشوندم گل زدم. پشت صحنه ما داشتیم با هم حرف می‌زدیم، ببین چه قصه جذابیه که آقای گودرزی اومده یکی از اینا رو پیدا کرده، فهمیده اینا با هم دیگه قبل ضبط داشت میگفت اینا با هم دیگه یه سری جلساتی دارن، باهاشون ارتباط گرفتیم، بعد یکی یکی اینا رو پشت صحنه میگه. اون وقت با یه کودتای 53 تو ساواک که یه پژوهشگر محقق دنبال اینه که بره تحتوی قصه رو در بیاره که آقا سند این که به موساد وصله چیه، سند این سر سازمانم همین مسئله رو من با تو داشتم. ببین تو اومدی مستند ساختی به نام خلق، مستند اینقدر پژوهش جدی داره خودت توش نیستی. شاید اگر یه دوربین پشت بود، سختی کار پشت دوربین رو نشون میداد، خیلی از این مسائل حل میشد. کاری که امیرانی کرده دیگه، تقی امیرانی حالا بالاخره اون نوع نگاهش به کار این بود. من فکر می‌کردم این کار تو این شکل و به قول معروف طول و عرضش جواب میده. با فهم خودم 10 سال پیش شاید الان من ایمان گودرزی بخوام دوربین دست بگیرم قطعا این شکلی من این کارو نخواهم ساخت. به هیچ نظرم جا داره دوباره ساختش. بله و همین الان هم دارم این کارو انجام میدم. شاید نباید لو میدادم ولی تو یه قصه دیگه خیلی یه کار کاملا جدیه و اصلا تقریبا میتونم بگم 40 سال که سر وقتش نرفته، اما با فهم الانم با تجربه الانم بالاخره 10 سال شما به فرزند سیاه تجربه اضافه کن، قطعا دفعه بعد ان شاء الله تو این برنامه بیایم بشینیم نقد جدی‌تری میتونیم داشته باشیم. و بعد اون روز هم من مخاطب امروز قطعا جور دیگه میپسنده. به نظر من مخاطب اون روز اون تایم هم همین رو میپسندید و پسندید. کما این که من یادمه دوست عزیزم و داوود مرادیان عزیز دلم، یادم نمیاد رسانه اونور آبی در مورد این مستند گارد نگیرن و برنامه نرن. من اینو به دارم آوردم که اولین بار بود، همه حالا یا با نگاه طنز رفته بودن سر وقتش ولی رفته بودن سر وقتش و این نشون میداد که من مستندساز تو اون تایم گلمو زده بودم، چون این همه کار داره تولید میشه و کاری هم تولید شد که عقبه و پشتیبانی مالی نداشت. من و نویسندم پولمون گوشیم رو میز بلند شدیم کاری انجام دادیم. یعنی وقتی که کار ساخته شد از آب و گل در اومد تازه من کاسه دستم گرفته بودم. خوب فروختیش؟ چی؟ خوب فروختیش؟ باور کنید نه. حالا اینا بخوام بگم باور کنید نه. و واقعا خانه مستند و واقعا دارم بهتون میگم این کار رو من گیر کرده بودم تو مقطع از زندگیم. دوستان مثلا یه رقمی رو گفتن که من فقط به خاطر اینکه آبروداری بکنم مجبور شدم قبول بکنم، چه بسایی که واقعا هزینه تولیدش هم در نیومد. این سند این ماجرا دوست ماست، نویسنده ماست که یه مقدار ایشون از پولش رفت و یه مقدار گذشت 1 سال بعد این جمعیت کشیدیم دیگه. و این سری نیست که الان برای شما به خصوص برای خود شما عمرن این بحث من غریبه باشه. این بحث اعتبار منبع برای من تو این مستند خیلی جدیه دیگه. ببین که مثلا توی مستند جاسوسی که به زمین افتاد که در مورد جاسوس معلوم نی بین دو جانبه است یا نه، یا توی مستند همین کودتای 53 شما یه نفر رو می‌بینی که با سند سر و کار داره و همش دنبال اینه که به مخاطب بگه من حرفی که دارم میزنم اعتبار داره و این اعتبار منبع توی ارتباطات خیلی جایگاه ویژه‌ای داره. شاید مثلا 10 سال پیش مخاطب اونجا جواب میداده، مخاطبی بودی که تازه از اون فضا گذشته، نسل قبلیش داشته بهش میگفته، ولی الان با نسلی که مواجهیم یک مستندی باید تولید بشه که یه اعتباری داشته باشه در حد و اندازه مثلا کودتای 53 که با این هزینه هایی که الان وجود داره، بودجه هایی که وجود داره، به نظرم این اتفاقا نمیتونه بیفته. اصلا اتفاق نمیفته که شوخیه، چون اصلا اون آدمی که اون پشت میز نشسته اصلا به نظر من حالا حرفا بر علیه خودمون، فردا دوباره میریم پشت این درو گیر میکنیم. اصلا حالا نمیدونم چی بگم اعتقاد نداره به این موضوع، شاید خلاف واقع دارم میگم، شاید اعتقاد داره توانشو نداره، نمیدونم. هر آنچه که اصل اتفاق رخ نمیده، خروجی شما نداریم به من نشون بده. این الان تولید شده، این همه نهاد الا ماشاءالله عریض و طویل هم داریم که همه دایه انقلاب اسلامی دارن. یه مستند شما الان بذار رو میز اسم ببر بگو آقا جان این مستند مثلا تونست جواب فلان مستند رو بده که مثلا رسانه‌های خارجی اومدن کار. مثلا چرا همش باید منفعل باشیم؟ یه اتفاقی و اون که طبیعیه دیگه اصلا. و یه راهبرد رسانه‌ای وجود نداره. راهبرد رسانه‌ای انگار اینه که آقا مستند رو به صورت کمی زیاد بسازیم،
کانتنت پر کنه، در صورتی که غلطه. مستند رو کم بساز، کیفی بساز. یه مستند کیفی تک ستاره میتونه در سطح ملی و بین المللی اتفاق رقم بحث بزنه. مدیریتیه. ببین مهدی، مثلا تو قضیه سال گذشته، اتفاقات سال گذشته، سال روزش امسال نزدیک بود. به من گفتن که آقا مثلا مرداد بهت میگن که برای شهریور مستند بساز. اولا مستند دیرپزه، تا بخواد به نتیجه برسه 5 ماه طول میکشه. مهر و واسط مهر من گفتن دیگه نساز، دیگه خبری نشد، نمیخوایم. یعنی نگاه مدیر، یک وسط فیلمبرداری ما دکمه رو خاموش کردیم، نگاه مدیرها توی سیستم فرهنگی یک نگاه مناسبتی مهدی. یعنی اگر در واقع همچین چیزی هم ساخته میشه دیگه به نظر من نمیشه خیلی نقد فنیش کرد. دغدغه خود اون آدمه، دغدغه شخصیش و همه چیزو نمیشه سر مؤلف برد. خود مدیران بعد این وسط. الان دوستانی که اینو میبینن، شاید خود شما حمایت خوبی و گودرزی شده، حتما سیستم امنیتی اون پشت دوربین 6 نفر وایسادن، گودرزی زنگ میزده، ماشین میومده، نمیدونم نوشه. من سر این کار 2 بار تیم توقیف شد. 2 بار، نه 1 بار، 2 بار توسط 2 سیستم امنیتی توقیف شد. یعنی گفتم اومدن گفتم این چیه، قصه چیه، این آدم از کجا شما کی کمون کرده، کار خوابید. و دوباره با یه وقفه‌ای و من دنبال این بودم فقط این کاره رو جمعش کنم. خود مهدی تجربه دارید. یعنی ژانر امنیتی ساختن تو کشور تکلیفش معلومه. بابا تو اقتصادی فقط جالبه بهتون بگم، اونو من مشکل ندارم. الان سوء تفاهم نشه. همون بچه‌هایی که اومدن کار کردن واقعا، حالا اومدن تو فضای رسانه‌ای از سربازان گمنام امام زمان، حقیقتا با نگاه بچه با تقوایی بودن. همین که فهمیدن قصه کمک می‌کردن. کار وجود ولی نداره. اصلا این چرخه وجود نداره. آره. اصلا این چرخه وجود نداره. من مستندساز مثلا یک خط شکن بودم. یعنی الان خیلی از بچه‌ها مثلا هنوز بعد 10 سال آقا ما یه ساواکی بخوایم پیدا بکنیم، باید به کی مراجعه بکنیم؟ مثلا سرپل ارتباط با ساواکی سابق. آفرین، بله. من یه دوستی بودم گوشیش مثلا منو سیو کرده بود، زده بود ایمان، بغلش زده بود ایمانی، ولی زده بود ساواکی، یادش نره مثلا. ببین این نکته یا نگاه کن، ایمان گودرزی به خاطر معاشش مجبوره بره برنامه تلویزیونی بگیره که هیچ سنخیتی با تجربه تخصصیش نداره، در حالی که اگه یک نهاد مشخصی وجود داشته باشه میگه آقا این ایمان گودرزی به نام خلق داره، ساواک داره، این اصلا فیلمساز پژوهشگر خوب امنیتیه، این بیاد اینجا، اصلا نذاریم این وقت کنه سرشو بخوره. و چه ژانر مخاطب پسندیه. نه ببینید، من خب بالاخره من 83 دارم فیلم میسازم، تو حوزه طبیعت ساختم، کاری موفقی هم بوده. من مازنون رو ساختم، پر مخاطب ترین مجموعه مستند شبکه 1 بود در تقریبا 4. اصلا تو مستند سازی، نکته اینه. بله. ما مستند سازی، ما جای دیگه ای باید استفاده شیم. و خدمتتون عرض من میگم که آقای مرادیان، آقای گودرزی به جای که سالی چند تا مستند بسازه، یه 2 تا مستند یه مستند کیفی بسازه. من به یه دوستی گفتم، یکی من گفتش که راستی شاید به خودم گفتن نه حرفای مشترکه. آره. مثلا میگفت که گودرزی تو چقدر کار میسازی فلان. بعد میگفتم که الان مثلا چقدر آورده مثلا مالی پشتشه. گفتم میدونی دفتر من کجاست؟ دفتر کسی که یه دوست من اونجا رو به من، دفتر خودشه، یه اتاق به من داده، همه هم میدونن. من الان بعد از 83 دارم فیلم میسازم، هنوز جا ندارم یه تابلو خودم رو بزنم. چرا؟ گفتم این کاری که شما فکر میکنید من دائم دارم شبانه روزی دارم فعالیت میکنم تو حوزه اصلا سینمای مستند آورده نداره. هر کی میگه آورده داره بنده تحقیقات میگم دروغ میگه. فقط چون ژورنالیستیم، مستندساز ژورنالیسته. دروغ محض. چرا برنامه میز نقد شده میز درد ده. اینا بهتون بگم. آره نه اتفاقا همینا رو اگه درست کنیم اون درست میشه. اینا نقد راهبردی مدیریتی. اتفاقا اگر این بخشو درست کنیم، من به یکی از مدیران ارشد گفتم این کارت خیلی خوب بود. گفتم ببین من یه کاری ساختم تو همه جشنواره‌ها جایزه آورد به سازمانی برای جدایی. اون موضوع سازمان مجاهدین بود، مادران که الان فیلم سینماییشو ساختن تو این جشنوارم، سرهنگ ثریا بر اساس اون فیلم مستندم بیس اون کار شد. ببینید گفتم این کار یه مجموعه اومد به من گفتش که گودرزی تو چقدر ماهیانه درآمد داری؟ گفتم این تو من واسه همینه که مجبورم هر کاری به من، بعضی کارا اصلا اون نمیشه تیترای اسممون رو بزنیم. من کار میگیرم تعریف میکنم، میگم نگید من تعریف کردم. همین الان من دارم این کارو میکنم. من همین الان یه مستند خوب دارم که روابطی روزی نیست به من زنگ نزنه بگه 10000 تا پیامک اومده بیاد اینو پرزنت بکنید، روزی نیست. ولی همین الان میرم بیرون گیرم. خب بهش گفتم شما اگه به من یک حقوق ماهیانه بدی، و این اتفاق افتاد. بنده 6 ماه داوود شدم کارمند اونجا. شد سازمانی برای جدایی که هر جشنواره میرفت ارو میکرد. این نکته خیلی این یعنی میخوام بهتون بگم ببینید شما اگر
ما الان داریم بچه‌ای که الان دیگه استخونی ترکوندن تو این کار، دیگه بلد کار شدن، اما درد نان دارن. یعنی واقعا گیری، چون من الان به خدا دفترچه بیمه ندارم، ولی اینا رو بگن الان فکر میکنن گودرزی الان اینجا نشسته عکسش هم اینجوری زده الان فلکه نفت تو جیبشه. خب در خدمتتون هستم.